می‌کنم خدمت شما همه عزیزان، مهمان‌های گرانقدر و شما استادان عزیز و محصلین عزیز، همه شما را خوش آمدید میگم به سمینار علمی امروزی. جهان را نور قرآن روشن است، فروغش تا قیامت جاودانه است. شده قرآن نزول از لوح محفوظ که این گنج سعادت آسمانی است. قرآن را میتوان در 4 سطح خواند. سطح اول معنای ظاهری، بعدی معنای باطنی است. سیومی بطن است. سطح چهارم چنان عمیق است که در وصف نمی‌گنجد. در قسمت اول از برنامه ما از قاضی صاحب سهراب احمد خسروی خواهش مندیم تا با تلاوت از آیات قرآن کریم و مجلس ما شکوهی بیشتر بیافزاید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. دنیای سپاس از قاضی صاحب سهراب احمد خسروی. علم از بحر دین پروردن است، نه از بحر دنیا خوردن. هر که پرهیز و علم زهد فروخت، خرمنی گردد کرد و پاک سود. حالا از سلام شما عزیزان خواهشمندم تا به احکام سوره ملی بپردازیم. در این قسمت از برنامه ما از رئیس دانشکده اقتصاد آقای دکتر حسن روحانی خواهش مندیم تا به جایگاه تشریف آمده باشند با تمام دستانتان. احترام و خوش آمدید خدمت همه آنها خصوصا مهمانان برنامه جناب سید شاگرد خان و همکاران محترم که برنامه حاضر هستید. ابتدا جا داره یک اتحاد دعایی داشته باشیم خدمت شهدای دانایی، شهدای پوهنتون کابل، واقعا فاجعه عظیمی به قلب جامعه علمی افغانستان وارد شد و شهدای کوثر دانشکده قلب واقع شد. امیدواریم که راهی رهروان با تمام سختی‌ها توسط شما جوانان گرانقدر و دانشجویان عزیز همچنان ادامه پیدا. تشکر می‌کنیم از ریاست اطلاعیه عامه و سخنگوی وزارت مالیه که برنامه بسیار خوبی رو روی دست گرفتن، چون یکی از کارهای خیلی خوبی که حکومت‌ها در راستای شفافیت انجام میدن همین بحث اطلاع رسانی است و خوبی این برنامه‌ای که اطلاع رسانی در مکانی کاملا تخصصی
یعنی در دانشکده اقتصاد و برای دانشجویانی که کارشان همین هست برگزار میشه که نوید بخش تحقیقات آینده مناسب و استفاده از اطلاعات آمار برای بهره برداری از پلان‌های آینده خودشان یا دیدن نحوه استفاده از آمار به صورت عملی است. چون دانشجویان به صورت تئوری با اطلاعات آشنا میشه، اما این برنامه‌ای که از طرف وزارت مالیه تهیه شده به خوبی خیلی از اطلاعاتی که نیازمند کارهای تحقیقی شما هست برای شما ارائه خواهد داد و کاربرد مفیدی هست. و یک مقدار بنده صحبت کنم در مورد بحث کمک‌های خارجی، چون که واجب‌های اطلاعاتی قرار ارائه بشه بحث کمک‌های خارجی هست. می‌دونید در افغانستان سهم بالایی از GDP ما و بودجه ما رو تخصیص داده میشه به کمک‌های خارجی، اما شاید کمتر برنامه گرفته شده باشه که تأثیر کمک‌های خارجی بر اقتصاد افغانستان به خوبی مشخص شده باشه. معمولاً کمک‌های خارجی دو اثر بر اقتصاد یک کشور داره. اقتصاد متأثر میشه از این کمک‌ها یا به صورت بلند مدت و یا به صورت کوتاه مدت که در هر دو صورت میشه در مجموع آثار منفی ارزیابی کرد. مثلا آثار کوتاه مدت رو به صورت بسیار تصنعی رشد اقتصادی افغانستان افزایش پیدا کرد. شما وقتی آمار رو بررسی کنید از 2005 تا 2002 ما رشد اقتصادی دو رقمی داریم. در 2009 رشد اقتصادی ما به 21% میرسه، رشدی که چین با سرمایه‌گذاری بسیار کلان به اون عدد رسید. اما در افغانستان چی میشه که ما با نداشتن زیربناها به همچین رشد اقتصادی بالایی میرسیم؟ فقط تزریق دلارهای خارجی است. یک روحیه رشد برای ما ایجاد شد، به ظاهر وضعمان خوب شد، اما فاجعه از کجا شروع میشه؟ از سال 2011 به بعد که رشد اقتصادی ما تک رقمی میشه و برای سال آینده رشد اقتصادی ما منفی پیش بینی شد. یعنی ثروت در افغانستان نه تنها تولید نمیشه، بلکه ثروت‌های موجود کوچک هم خواهد شد. به همین دلیل هست که نیاز بود یک برنامه‌ریزی بسیار درستی روی کمک‌های خارجی داشته باشیم. یکی دیگر از مسائلی که معمولاً کمک‌های خارجی ایجاد می‌کنه بحث افزایش اقتصاد اداری است. چرا افزایش اقتصاد؟ چون رابطه کمک‌ها و سیستم دولت به خوبی برقرار نمیشه. کمک‌ها از طریق خارجی‌ها داده میشن، ولی کار باید در سیستم داخلی انجام بشه. اون عنعنات ملی، اون رفتارها، اون سازوکارها در نظر گرفته نمیشه، باعث افزایش فساد هست که آمارهای بین‌المللی مؤید این مطلب هست. ما سالها در ته لیست سازمان شفافیت بین‌الملل قرار دادیم که یکی از عوامل عمده فساد همین بحث کمک‌های خارجی است. همچنین تغییر سیستم حکومتداری در کوتاه مدت است. یعنی وقتی کمک‌های خارجی در یک سیستمی وارد میشه، طبیعتاً سیستم به سمت پروژه‌گیری میره، به سیستم به سمت پروپوزال نویسی میشه. این باعث میشه که اصلا سیستم حکومتداری به سمت یک برنامه بلند مدتی سوق پیدا نکنه. در بحث بیماری هلندی که آثار بلند مدت مطرح میشه، آثار بلند مدت که معمولاً کمک‌های خارجی بر اقتصاد داره مشابه است به بیماری تحت عنوان بیماری هلندی. کشورهایی که منابع نفتی دارن وقتی اینا نفت خودشون رو میفروشن، مثل ونزوئلا که الان درگیرش هست، پول‌های نفتی وارد این کشورها میشه، ارزش پول ملی اینا بسیار افزایش پیدا می‌کنه. این افزایش ارزش پول ملی باعث میشه که کالاهای خارجی برای کشورها ارزان‌تر تمام بشه و این کشورها کاملا وارد کننده بشن. همین بلایی که الان سر ونزوئلا آمده دقیقاً همین است. میلیاردها دلار وارد ونزوئلا شد، پول ونزوئلا قدرت خریدش بالا رفت، اینا شروع کردن به خرید کالای خارجی، تولید ملی از بین رفت. همین بلایی که در افغانستان در حال وقوع هست، یک بحران خاموشی که در سال آینده که کمک‌ها کم بشه آثار متأسفانه خیلی شدیدتر هم خواهد شد. مثلا به عنوان مثال الان اگر پول ما رو نسبت به ایران مقایسه کنیم، ارزش پول ما 400 برابر پول ایران هست، ولی اقتصاد ما 1/20 اقتصاد ایران هست. یعنی اولا پول ما 8000 برابر پول ایران هست. باعث چی میشه؟ باعث میشه که تمام کالاهای ایرانی در اینجا فروخته بشه، ولی محصولات داخلی ما فروش نداره، چون قیمت تمام شدهش بالاتر هست. یا اصلا کمک‌های خارجی کشور ما رو کاملا وارداتی کرده. سال‌هاست ما کسری بیلانس تجاری داریم، یعنی همیشه واردات ما از صادرات ما بیشتر بوده. برای کسری بیلانس فاجعه‌ای هست که آثارش شما در شهرهای صنعتی میتونید ببینید. خیلی از فابریک‌هایی که ایجاد شدن دیگه از بین رفتن، چون تولید برای ما نمی‌صرفه. متأسفانه با کاهش تولید روبرو شدن.
یک نمونه خیلی کوچکی که برای شما مثال بزنیم، ما سالی 300 میلیون دلار برق واردات داریم. طبق تحقیقاتی که من انجام دادم تقریبا 70-75% برق ما وارداتی است. اما هزینه تولید 1 مگاوات برق برای کشورها بین 500,000 دلار تا 1 میلیون دلار برآورد میشه. یعنی اگر ما یک فابریکه حرارتی تولید برق که امکاناتش مثل دوغاسای در افغانستان هست ایجاد میکردیم، تقریبا 500 میلیون دلار هزینه میکردیم، یک فابریکه تولید برق ایجاد میکردیم با ظرفیت 1000 مگاوات، در حالی که ما سالانه 300 میلیون دلار فقط صرف واردات میگیریم. این فرصت هایی است که در افغانستان متاسفانه از دست رفت و اگر هم زودتر به فکرش نباشیم با کم شدن این کمک ها متاسفانه شاهد فروپاشی اقتصاد افغانستان این بدبینانه حالت هست. اما امکان پذیر چون پول ما کاملا وابسته به پول خارجی است یا وابسته به تولید داخلی ما نیست. یک مقدمه بود جهت اهمیت این سمینار که شما میدونید که این اطلاعات که اینجا ارائه میشه واقعا برای شما به عنوان دانشجویان اقتصاد در BBA مهم هست که بدونید اطلاعات چطور میتونه چشمانداز اقتصاد افغانستان رو برای شما روشن کنه. در پایان سخنم باز هم تشکر میکنم از هیئت وزارت مالیه که کار بسیار خوبی رو انجام دادن برای دانشجویان در راستای شفافیت و اطلاع رسانی، کار بسیار مفیدی است. برای همه شما دانشجویان هم آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. موفق و پیروز باشید. دنیای سپاس از آقای حسن روحانی، رئیس دانشکده اقتصاد. علم اگر موجود در عالم نبود، امتیاز در بنی آدم نبود. عالمان را خوار کردن کی رواست، زان که عالم کاشف کرب اله است. حالا در قسمت برنامه از آقای شهروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه خواهش کردیم تا به جایگاه تشریف آورند. الا آمدنشان با طلب دستتان خوش آمدید میگویم ایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب رئیس، از همه شما عزیزان مؤثرین گرامی بر ما فرصت دادین تا با چند کلمه مسلکی در مورد وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت مالی کشور با شما داشته باشیم. ولی در نخست دعا میکنیم و تسلیت عرض میکنیم به همه ما شما بابت حادثه خونینی که در محل کابل رخ داد و شهدای زیادی داشتیم و فامیل‌های ما را به غم نشاندن. امیدوار هستیم که غم آخر ما باشد. واقعا در داور است، چون من خودم هم استاد هستم در پانتون امریکایی افغانستان و در عین زمان تکرار حادثه بود برای ما وقتی که در سال 2016 سر از پانتون حمله شد به عین رقم که کارهای نظامی داشتن و آمدن و فقط یگانه کاری که میتونستن همین بود که مؤثرین به رهبار میگیرن. دیگه وقتی او عکس‌ها را میدیدم و مقایسه بر من یاد آمد که 6:30 صبح ما دوباره با پنهون رفتم وقتی که شب از حادثه برآمدیم و دوباره عکس برداشت میکردیم، یعنی هیچ تفاوت وجود نداشت. پس این که یکی ایره به عهده میگیرن و یا نمیگیرن ولی دشمن واضح هستی است. دیگه امیدوار هستیم که کشور ما صاحب صلح شود و ما بتانیم که یک کشوری باشیم که در اونجا محصل ما، خواهر ما، مادر ما، برادر ما هیچ وقت به خاطر درس خواندن، به خاطر بودن در یک صنف، به خاطر بودن در یک محل علمی مورد حمله قرار نگیره. بیاییم بحث مکتب. خب همه ما شما میدانیم که کشورها و دولت‌ها و حکومت‌ها نیاز به منابع دارند تا کارهای روزمره عادی حکومتداری و همچنان کارهای انکشافی ساخت و ساز به پیش ببرند. منابع درآمد کشورها و دولت‌ها مختلف است. یک تعداد از کشورها مثلا از خصوصا کشورهای نفتخیز در ابتدا از نفت استفاده میکنند و فروش میرسانند، پول از او را استفاده میکنند در خدمات. یک کشور، تعدادی از کشورها توجه بیشترشان روی منابع طبیعی دیگری است. ولی در کل در اقتصاد امروزی حتی کشورهای نفتخیز مثل عربستان و امارات دیگر وابستگی به سکتور خصوصی دارند. به این معنا که باید مالیات جمع کنند یا تکس
یا عواید داشته باشند از داد و ستودهای تجارتی تا پولی که از او منابع جمع میکنند دوباره یا در بودجه عادیشان که ما هم در افغانستان برای بودجه عادی یا عملیاتی یاد میکنیم که اون پولی است که به خاطر خدمات دولت به کار بره. معاش پرداخت میکنیم، تجهیزات میخریم، مثلا و ساختمان هایی که از اونا رسیدگی میکشه، یعنی در کل پولی است که فقط و فقط مخارج حکومتی است. ولی یک قسمت بسیار مهم از بودجه ملی هر کشور بودجه انکشافی است. یعنی در کلمات دیگر پولی است که به خاطر توسعه کشور استفاده میشه. اگر پل ساخته میشه، اگر بند برق ساخته میشه، اگر مثلا سرک ساخته میشه، این از اون پول است. متاسفانه در کشور ما اکثریت بودجه ما که در حدود 70% بودجه ملی افغانستان است، بودجه عادی است یا بودجه عملیاتی است و 30% بودجه ما بودجه انکشافی است. اگر ما به اسلاید بریم، در سال 1394 اواخر سال 1399 تمام خزانه دولت ما 99 میلیارد افغانی بود. هرچی که داشتیم در بانک مرکزی جمع‌آوری ما، تمام پولی که ما داشتیم 99 میلیارد افغانی بود. در سال 1398 ایران به 208 میلیارد افغانی رساند. ولی اگر کسی بگوید که واقعاً علی ظرفیت جمع‌آوری محصولات ما است، نه. ظرفیت جمع‌آوری عواید ما به مراتب بالا است. اما مشکل در مسئله فساد است. یکی از بدبختی‌های کشور ما موجودیت بسیار گسترده فساد است. به تخمین ما اگر ما در فساد به یک حالت برسانیم که یک سد راه بزرگ نباشد، عواید ملی ما حداقل تنها از مالیات و گمرکات در کشور به 500 میلیارد میرسد. بودجه سال 1398 ما در حدود 450 میلیارد افغانی بود، هر دو انکشافی و عادی. اگر ما فساد نداشته باشیم به این معنا یعنی بودجه فعلی را که ما استفاده میکنیم این ما میتونیم از عواید داخلی جمع کنیم. ولی بزرگترین رقمی را که ما الی حال جمع کردیم در سال 1398 بود که 208 میلیارد افغانی بود، یعنی نصف بودجه ملی. متاسفانه اون مقداری که ما جمع آوری کردن نمیتونیم، او یا به قاچاق میره یا در رشوه میرن یا در داد و ستودهای غیر قانونی میرن. بنابراین وقتی که دنیا یا منتقدین داخلی یا مطبوعات در مورد فساد صحبت میکنن، کمگویی نمیکنن، یعنی حقیقت است. ولی فساد در 18 سال گذشته ارتباط مستقیم به مسئله امنیت. ما یک بار در سال 2018 یا 1397 بود بخوره رفتیم به یکی از گمرکات سرحدی ما، یک منطقه به نام ابو نصر فرادی میگن در ولایت فراه. با بیشتر از 120 عسکر و تانک و همه چیز ما نتانستیم که از مرکز فراه بتانیم 80 کیلومتر سرک طی. بازم انفجار دادن، دوباره برگشت کردیم، شهید دادیم. ولی از راه ایران وقتی رفتیم به اون منطقه رسیدیم، یک دشت است که شاید یک 10 اتاق باشد و در اونجا گمرکی است که بلندترین میزان تیل از اونجا وارد میشه. مامور ما به حد اوسط در اونجا 15,000 افغانی معاش داره، ولی وقتی که اون تکت طیاره به فرا میگیره یا از طریق ایران به اونجا میرن، مصرفش بالاتر از 50,000 و فرصت فسادی که برای از اون موجود است در برابر هر تانکر تیل 2,000 دلار. به هیچ صورت متاسفانه بسته را که حکومت به مامورینی که در معرض خطر فساد قرار دارند، بسته مالیاتی که بتواند زندگی از او را بهتر بسازد،
با مشکلات بسیار گزاف و قانونی البته که نمیتونیم مثلا ما یک سلسله مامورین یک ماش بدیم، یک سلسله مامورین ماش دیگر بدیم. این چالش ها را در تمام گزارش با برکناری 120 نفر ما به مرکز آوردیم و تسلیم کردیم، ولی مشکلات و قوانین و دیگه که ذکر شد متاسفانه همون مسئله هنوز جریان داره، همون 15,000 افغانی است و همون امنیت است و هنوز هم نتونستیم که این مسئله را حل بسازیم. پس آمدن صلح امنیت ما را میتونه که به جاهای برسانه که فعلا نه واقعیت مسئله در همین است. اگر از عواید ملی ما صحبت میکنیم از 3 مرجع میای عواید ملی. یکی مالیات مستقیم است، مثلا پوهنتون کاتب یک پوهنتون علمی معتبر ولی در عین حال تجارتی است، منفعت از محصلین فیس میگیره، بنابراین اینا یکی از مالیات دهندگان ما است. نظر به قوانین مالیاتی حساب میکنن و خزانه دولت اما مسئولیت مدنی خود اجرا میکنن، پول میدن که اینی هم مالیه است. یک قسمت اعظم پول ما از مالیات میاد، بلکه دومی از محصول گمرکی میاد. اموالی که به افغانستان وارد میشه ما از او 1% به نام تعرفه میگیریم. در این سال پیشتر بسیار خوب اشاره کردن که ما به حساب یک بلانس منفی تجارتی داریم. در سال 2018 یا 1398 صادرات افغانستان در حدود 800 میلیون دلار بود. 800 میلیون دلار. برعکس واردات ما چیزی در حدود 7 میلیارد دلار است. و دلایلش هم یک قسمتش استاد گفت که یکی از ما تولید ما که در داخل هستی به مراتب بلندتر تمام میشه از اینکه ما واردات داشته باشیم. کاپیتال که مورد نیاز تولید است مثل برق و مثل کارمند و مثل زمین، اینا متاسفانه به مشکلات روبرو است و همچنان خود تولیدات ما کیفیتش مشکل داره. بنابراین مردم ما با پولی که دارن کوشش میکنن که یک چیز با کیفیت تر را بگیرن یا یک چیز ارزان تر را بگیرن و این باعث از این میشه که ما واردات بیشتر داشته باشیم که به هیچ صورت بیانگر از این نیست که ما به طرف یک اقتصاد خوب بریم. و مو اساس است که بر اساس استراتژی خودکفایی حکومت افغانستان که در سال 2018 در کنفرانس ژنو اعلام شد، هدف ما این است که ما باید در سال 2020 حداقل 2 میلیارد 2024 باشیم 2 میلیارد صادرات داشته باشیم و هر سال بعد از سال 2020 باید الی 500 میلیون دلار بر صادرات ما افزایش پیدا و در برابر از واردات ما کاهش پیدا کنند. عمدترین مواردی که ما داریم میتونیم به خودکفایی زودتر برسیم موارد زراعتی است. تولیدات به حساب منابع طبیعی است. پس قسمت سومیش هم خدمات حکومتی است. شما وقتی که میرین مثلا شهادتنامه پانتون از وزارت تحصیلات عالی میگیرین، در برابرش شما پول میگیره 100 افغانی 50 افغانی یا مثلا نکاح خط را اگر میگیرین 1000 افغانی میگیرین یا مثلا به محکمه وقتی میرین قباله خانه را تغییر میکنین به هزارها دلار از پیشان میگیرن. قسمت سوم از درآمدهای حکومت از عواید در حکومت افغانستان ما او را به نام عواید غیر مالیاتی میگیریم یا در انگلیسی برش نان تکس ریونیو میگیم. به حساب مالی مستقیم نیست ولی از خدمات است. در سال 1399 وقتی که سال مالی شروع شد، هدف مالی بود که ما باید در این سال حداقل 210 میلیارد افغانی جمع آوری کنیم که نظر بر 1398 باید یک 2 میلیارد اضافه باشد. متاسفانه جهان به بلای جدیدی روبرو شد، کرونا، و سرحدات ما بسته شد، دور حدودهای اقتصادی در کشور متوقف شد. وقتی که در وسط سال ما بررسی کردیم، نظر به سال گذشته ما در حدود 35 میلیارد افغانی کاهش در عواید داشتیم. پس ما مجبور به این شدیم که کل بودجه را باید دوباره تنظیم کنیم و هدف خود تعیین کردیم 177 میلیارد افغانی. نظر به هدف اصلی در حدود 40 میلیارد. به خاطر که نمیشه که ما وقتی که دکان بسته شد، سرحد بسته شد، فابریکه بسته شد، باز هم ما کوشش کنیم که ما باید پول جمع آوری کنیم. وقتی که عواید مردم نباشن، مالیات مردم وجود نداره. وقتی که سرحد بسته باشه، واردات وجود نداره، صادرات وجود نداره.
حال الی دیروز ما توانستیم که 141 میلیارد عواید جمع کنیم. هنوز چیزی کم 2 ماه از سال مالی باقی مانده. البته در حکومتداری قسمی که شما میمانید حسابی بر اساس سال مالی میشه که در اول جدی شروع و الی 29 قوس ادامه پیدا میکنه و این سیکل سال مالی است. ما 2 ماه دیگر داریم و کوشش میکنیم که الی 177 میلیارد افغانی خود برسانیم تا با کسر بودجه روبرو نشیم. کسر بودجه هم میفهمیم که ما پروژه ساختیم، مصارف پیش بینی شده ولی باز پول نداشته باشیم. کسر بودجه معمولا نظر به تعهداتی که ما با بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی پول داریم و اقتصاد ما را کمک میکنه، باید 2 الی 5% کل تولید ناخالص ما باشه. یعنی 20 میلیارد، 10 میلیارد، 15 میلیارد، نظر به سال متفاوت است. اگر ما مثلا میگیم که 177 میلیارد ضرورت داریم ولی ما 110 میلیارد جمع آوری کنیم، با یک حالت بسیار وخیم کسب بودجه روبرو میشیم. به این معنی که اکثریت مردم شاید ماش نگیرن، اکثریت پروژه های ما شاید متوقف شود و او یک حالت بسیار بد اقتصادی برای کشور است. بنابراین ما در این کوشش هستیم که نه اینکه فشار بسیار زیاد علیه سکتور خصوصی بیاید و نه اینکه ما با کسب بودجه روبرو شویم، باید بتانیم که به 177 میلیارد افغانی خود برسیم. وقتی که عواید ملی جمع آوری میشه، دوباره از طریق بودجه به مصرف میرسه. بودجه عبارت از اون سندی است که مصارف حکومت نشان میده که 2 قسمت داره، بودجه عادی و بودجه انکشافی. متاسفانه 50% بودجه ما از کمک‌های خارجی ساخته شد. کمک‌های خارجی 2 نوع کمک است. یکی کمک اختیاری است که پول بر ما میتن، میگن هر رقمی که شما مصرف میکنید، و یکی کمک‌های غیر اختیاری یا بودجه غیر اختیاری است. discretionary budget یا non discretionary budget. غیر اختیاری به این معنی که اونا میگن ما امرای شما کمک میکنیم ولی در جاهایی که مصرف میشه او باید مشخص باشه در توافق با ما. مثلا میگن ما در ولایت نیمروز یک استادیوم میسازیم، ما به این پول میدیم، در غیر از اون نه. یا مثلا ایتالیا میگه ما در هرات کار میکنیم، دریای مثلا هرات یا مثلا شهر هرات پاک میکنیم، برای از این پول میدیم، به غیر از اون نه. بنابراین او را غیر اختیاری میگیم، یعنی پول نزد ما نیست، اختیارش نزد ما نیست، ولی فقط همون پروژه مشخص است. در سال 1399 با وجود که ما پول داشتیم، متاسفانه مصرف ما فقط 46% بودجه. یعنی ظرفیت مصرف پول وجود نداشت. پول بود، مصرف شده نمیتونست. نه پروژه ساخته میتونستیم، اگر پروژه میساختیم تطبیق کرده نمیتونستیم، اگر به تطبیق میرفتیم با مشکلات دیگه در کیفیت روبرو میشدیم. یعنی پول همون 99 میلیارد افغانی را هم مصرف کرده نمیتونستیم. در سال 1398 فیصدی مصرف بودجه به 96% است. حتما به یاد داریم که 5-6 سال پیش هم ما کسایی داشتیم خارجی ها که برای از اونا 25,000 30,000 دلار ماهانه معاش پرداخت میشد تا کارهای عادی را به پیش ببریم. امروز خوشبختانه ما در وزارت مالی افغانستان 1 نفر مشاور خارجی هم نداریم و ظرفیت بالا بردن بودجه را هم خود افغان با یادم است وقتی که سند NDS یا National Development Strategy یا سند انکشاف ملی افغانستان ساخته میشد، یک استاد یا اقتصاددان افغان امریکایی که در دانشگاه نیویورک درس میداد، این مسئول ساخت از این سند بود. فکر کنید ماهانه به این آدم چقدر معاش میداد؟ 80,000 دلار تا یک استراتژی رشد اقتصادی افغانستان. این مسئله در 12 سال پیش است. امروز هر استراتژی که ساخته میشه، ما مثل شما جوانای در معینیت پالیسی وزارت مالیه داریم که این سند انکشافی 5 سال آینده یا به نام سند چارچوب انکشاف و صلح افغانستان، کلا اینمی مردم با معاش ماهوار 50,000 40,000 افغانی ساختن و 100% مورد تأیید همکاران بین‌المللی هم قرار گرفت.
با هیچ تفاوت. بنابراین وقتی که ما از ظرفیت صحبت میکنیم، ظرفیت خوب است، ساخته شده، ولی به جایی نرسیدیم. در جاهای بسیار خوب ظرفیت ساخته شده، ولی در جاهای هنوز هم مشکل داره که اما مشکلات ما مثل یک بافت است، یکی به دیگه ربط داره. امنیت به فساد ربط داره، فساد به بدامنی ربط داره، مثلا فساد به حکومتداری خراب ربط داره، باز خود یک مسئول خراب به فساد ربط داره. یعنی بافت شده که برآمدن برای از او حداقل برای فعلا دو چیز ضرورت داره: امنیت و اراده سیاسی. امنیت خب متاسفانه در همه ما میفهمیم که وضعیتش چه قرار است، ولی وقتی که اراده سیاسی هم باشه حداقل یک سلسله مشکلات حل میشه. بنابراین خود وزارت مالیه هم اگر در اون سال 55% مصرف کرده میتونست، در سال 98 خود به 95% رسانده. سال مالی 1397 متاسفانه باز با مشکلات روبرو شد به خاطر مسئله کرونا. فعلا مصرف کل بودجه افغانستان در 65% قرار دارد و امیدوار هستیم که الی اخیر سال یک چیز متوجه باشیم که حکومت همیشه خوش است که بودجه عادی کم مصرف شود. یعنی ما باید در مصرف کارهای حکومت مثل روغنیات، تیل، موتر، چوکی، میز، هر چقدر بودجه عادی ما کم مصرف میشه ما به مو خوش هستیم. ولی مشکل ما وقتی است وقتی که بودجه انکشافی کم مصرف میشه. باز وقت پارلمان هم مسئول قرار میتن، مردم هم مسئول قرار میتن، نهادهای جامعه بین‌المللی هم مسئول قرار میتن. اونا میگن وقتی من پول براتون میتونم که مثلا 10 میلیارد افغانی را سر تحصیلات عالی افغانستان مصرف کنید، چرا شما 5 میلیارد مصرف کنید؟ چرا نمیتونید؟ و این یک سوال بسیار خوبه است که حتی مردم هم حق داره پرسان کنه که وقتی مثلا به معارف 20% یا 10% بودجه داده میشه چرا مصرف کردن نمیتونن، در حالی که ضرورت معارف ما به اندازه است که همه ما شما میفهمیم. بنابراین کوشش میکنیم که در سال مالی 1399 مصرف بودجه انکشافی را به بلندترین میزانش برسانیم. اما یکی وضعیت چی رقم میشه بعد از این، چون متاسفانه لباس شروع کردن که کرونا یک گشت دومی را شروع کردن، اگر این مسئله باشه شاید با مشکلات ما را روبرو بسازیم. پیشتر گفتیم که به سطح حکومت از 44% به 96% رساندیم و این امو فیصدی است که اگر ببینید از سال 1393 44% با 38% شد و در سال 98 و 95% به سطح کل حکومت رسید. یعنی ما تقریبا در اون سال 380 میلیارد افغانی را که معادل به 65% کل به حساب بودجه ما میشد و بسیار وجه اکثری از اون مصرف کرده بودیم. اما این که باز در سال 99 مشکلات آمد و یک مسئله جداگانه است. خب کدام سکتور ما بزرگترین میزان بودجه را مصرف کردن؟ بودجه توسعه‌ای. متاسفانه سال که میبینید بسیار آدم خوش نمیشه. سکتور معارف ما 47% مصرف کرده. سکتور معارف، فرهنگ و دین شامل تحصیلات و مکاتب و اطلاعات فرهنگ و این موارد است که پول داده میشه ولی پول مصرف نمیشه. خب از امنیت ما توقع نداریم که پول انکشافی مصرف کنه، چون وظیفه از اونا امنیت است و همون پول انکشافی هم که اونا میگیره اونا به قرارگاه خود مصرف میکنه، به قراول خود مصرف میکنه، سرک نمیسازه، شبخانه بنا، ما برای ما بسیار کم پول انکشافی میدیم. ولی به این دیگرانی که میدیم وقت مصرف کرده نمیتونن، باز هم مردم باید مسئول قرار بدن و هم پارلمان افغانستان. یک وزیر حتی سلب صلاحیت به این میشه که بودجه توسعه‌ای خودن کمتر از 50% مصرف کنه. متاسفانه در سکتور معارف بلندترین میزان مصرف سکتور مسئولیت و نظم عامه داشت. بعد از اون سکتور حکومتداری و عرضه خدمات و همین قسم سکتور مسئولیت اجتماعی، امور اقتصادی و زراعت خوب است 58%، ولی قابل تحسین نیست چون باید بالاتر 70% مردم ما وابستگی مستقیم و غیر مستقیم به خاطر امرار زندگی و زراعت دارند. 70%. پس وقتی که به زراعت می‌بینیم که 58% بودجه را مصرف می‌کنند، یک حالت خوشایند نیست. ولی در برابر مثلا دهه مسکن و خانه‌سازی بعد
تمویل بودجه از عواید ملی و یا خارجی. رنگ آبی پولی است که ما از سهم خود عواید ماست، یعنی عواید ملی ما، و رنگ سرخ هم 51% متاسفانه کمک‌های بین‌المللی است. در سال 1399 مجموعه بودجه ما 471 میلیارد افغانی بود که از اون جمله 305 میلیارد از بودجه عادی، 165 میلیارد از بودجه انکشافی و حکومت ما در حدود 49% عواید دارد. چه فکر میکنین افغانستان سالانه به خاطر نیروهای امنیتی، انکشاف، عادی و اینا به چه مقدار پول ضرورت داره تا مصارف عامه را تحمیل کنه؟ سالانه یا ماهانه؟ سالانه. مرتب 100 میلیارد دلار. در حدود 10 میلیارد دلار. ما در یک سال ضرورت داریم که 10 میلیارد دلار داشته باشیم تا به نیروهای خود ما برسیم، به توسعه هم خود ما برسیم، به حکومتداری هم خود ما برسیم. بلندترین میزان جمع‌آوری عواید ما چقدر بود؟ 208 میلیارد افغانی، درست؟ 208 میلیارد اگر امروز به نرخ دلار بزنیم در حدود 2.چند میلیارد دلار میشه. 2.چند. یعنی ما ضرورت به حدود 8 میلیارد دلار دیگر داریم که کلاً توسط همکاران بین‌المللی داده میشه. 8 میلیارد دلار. پس این 8 میلیارد دلار ما از کجا باید پیدا کنیم؟ جی دی پی افغانستان در سال 1399 یا در حالت فعلی در حدود 22 میلیارد دلار است. تمام تولیدات ناخالص ما. یادتان است رئیس صاحب یک یادآوری کردن به سالهای 2009 و اینا که ما 21% رشد اقتصادی داشتیم، وقتی که نیروهای خارجی در سال 2012 برآمدن، در یک سال، فقط در سال 2012 با خروج نیروهای آمریکایی 12 میلیارد دلار از افغانستان برآمد. یک عسکر امریکایی در یک سال تخمین شده بود که در حدود چیز کمتر 1 میلیون دلار مصرف دارد. یک عسکر شد. ولی عسکر افغان چقدر مصرف دارد؟ 10,000 دلار. با بهترین میزان تجهیزات. اما هر کی نان دهد فرمان دهد. اونا همون پول خودشان به نوعیت خودشان مصرف میکنن، نه که با تجهیزاتی که ما میخوایم، چون پالیسیشان، سیاستشان، داد و ستدشان، کاروبارشان هر چی که است با نوعیت پالیسی خود پیش میرن. پس وقتی که ما از عواید ملی خود صحبت میکنیم، ما دو منبع بسیار خوب برای عواید داریم به صورتی که سرخ داشته باشیم. یکی منابع طبیعی ما و یکی اتصال منطقوی ما. افغانستان پیشبینی ما این است که هر سال میتونه با چند پروژه بزرگ مثل کاسا، مثل توتاق، مثل تاپی در حدود 1 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. 1 میلیارد وقتی او شد در حدود 500 میلیارد افغانی یا تقریباً 3-4 میلیارد دلار از مالیات میشن، 1-4 میلیارد دلار هم از منابع طبیعی میشن که میشه در حدود 7-8 میلیارد افغانی. باز هم 2 میلیارد دلار ما باید داشته باشیم که او بسیار مورد عالی است که ما میتونیم از قرض حسنه استفاده کنیم و یا اینکه کمک ها صورت بگیره. افغانستان به نظرتان الی حال چه مقدار قرضدار است؟ ما باید پرداخت دلار؟ نه زیاد است. 600 میلیون دلار. 700 میلیون دلار بودن از روسیه قرضدار هستیم که مسئله اشتنان تقریبا نهایی شده باید ببخشن. او خلاص میشن. ما در حدود بالاتر از 2 میلیارد دلار قرضدار هستیم. ولی 2 میلیارد دلار قرض برای یک مملکت هیچ چیزی نیست. اصلاً چیزی نیست. اما مشکل ما در چی است که فعلا ما قرض به خاطر گرفتن نمی‌کنیم که با دوباره توانایی پرداختش نداریم. امیالی برای چین بگویید شاید برای شما 80 میلیارد دلار هم بدن. ولی 10 سال بعد که دوباره برای گفت که پس پرداخت و نتونی مثل پاکستان بندر گوادر که گرفت
خب میگه وقتی پرداخت کردن نمیکنی، مدیریت بندر گوادر از ماست و هر میزان عوایدی که معضولت‌دار و مهم مربوط به میشن، شاید باز برای افغانستان بوده که میدان هوایی کابل از ماست. با او اساس است که ما بسیار بی‌نهایت کوشش میکنیم که اصلا قرض نگیریم. و دوم اگر قرض میگیریم، قرض باشه که اینترست یا سود یا تکتانه نداشته باشه. یعنی قرض به حساب حسنه براتون میکنه و حساب عادی، ولی در حساب به حساب مسلکیش نان کامرشال لون یا قرض غیر تجارتی باشه. افغانستان الی حال که قرض گرفته، بیشترین میزان قرض ما قرض بدون تکتانه است و میزان پرداختشان در حدود 40 یا 50 سال است. بلندترین تکتانی را که ما پرداخت میکنیم 1% است. ولی خوشبختی ما به این است که قرض ما بسیار کم است و اگر وضعیت اقتصادی افغانستان دوباره رشد میکنه و قرضها پرداخته میشه، اما باز هم وزارت مالیه و تیم مدیریت قروض ما پالیسی ما این است که با تمامی از این دونرها صحبت کنیم که قرض بر ما ببخشن و یا حداقل 1% بزرگش ببخشن. بنابراین در سالهای آینده وقتی که مثلا ما در 23 و 27 و 28 نوامبر کنفرانس ژنوا دایر میشه دوباره و در اونجا باز ما توقع داریم که برای 5 سال آینده حداقل کشورهای دنیا با ما 10-15 میلیارد دلار کمک. اما به نظر ما شاید آخرین کنفرانس کمک ها برای افغانستان باشه، چون امو میزان پرداخت جامعه جهانی به افغانستان دیگه به نقطه آخرش رسید و اونا برای ما میگن که دیگه پول ما خلاص شده. اگر شما پول میخواین با نهادهای معتبر صحبت کنیم، قرض بگیریم. ولی ما او رو نمیخوایم. آخرین این چیز است و مو اساس است که گفتگوهای صلح برای ما بسیار حیاتی است. اگر صلح آمد و 4 سال ما 15 میلیارد دلار کمک داشتیم، با سال 2025 با برنامه‌هایی که حکومت داره و با تطبیق از این برنامه‌ها ما دیگر ضرورت به کنفرانس پولی برای افغانستان نداریم. ولی به شرطی که ما صلح داشته باشیم تا بتونیم برنامه‌های اقتصادی خود تطبیق کنیم. اما اگر این جدال و جنجال بود، 4 سال بعد هم شاید کمک ضرورت داشته باشیم و 10 سال بعد. بنابر او ما ضرورت اشد داریم که به خاطر رشد اقتصادی افغانستان ما مسئله صلح اولویت قرار بدیم و امیدوار هستیم که صلحی که فعلا در جریان است یک دستاورد خوب را برای شما داشته باشه. خب هویداست وقتی که ما در این حالت امنیتی باشیم 40% تمام بودجه ما را امنیت میبره. سکتور امنیت، وزارت داخله، امنیت ملی، وزارت دفاع، حکومت اداره ارگان‌های محل، شورای امنیت ملی افغانستان، اینا از همون 450 میلیارد افغانی 40% میگیره. 40% چقدر میشه؟ در حدود 200 میلیارد. 200 میلیارد افغانی را که ما جمع میکنیم فقط تا دوستای امنیتی میدیم که اونا ماش بدن به عسکر ما، یگان لباس بخرن و پول تجهیزات و تانک و توپش ما اصلا نمیدیم، او را همکارای خارجی میدن. فقط همین معاش و ایگاپایش هم که کمی پیش میبریم از ما 40% پول میگیرن. بعد از او بلندترین میزان سکتور زیربناست، بعد از او معارف است که توجه بسیار بلند حکومت نشان میده، چون 30مین سکتور بزرگی که از ما پول میگیره و سکتور معارف است. بعد از او زراعت است و سکتور انکشاف دهات است. اما چیزی که باز ما را بسیار آشفته میسازه اوی است که وقتی 11% بودجه را میگیری اما مصرفتان در 47 تا 50 میباشن، از یک وقت خوبه نیست. هر اقل مقدر باید به مصرف برسانید تا ما مقدر بتانیم و دلبستگی به این داشته باشیم که باید به سکتور معارف دیگه هم پول بدیم. شیوع ویروس کرونا و تاثیرات منفیش روی اقتصاد افغانستان. متاسفانه نظر به سال گذشته فعلا ما در حالت بعد نظر به وضعیت اقتصادی قرار داریم. پیشبینی حکومت افغانستان و نهادهای همکار مالی است که رشد اقتصادی افغانستان 5 درجه به زیر صفر میبرد. یعنی ما شاید رشد اقتصادی -5 داشته باشیم. به این معنی که چیز خود تولید نمیشه، ثروت ساخته نمیشه، اما در 5% از این ثروت فعلی ما کاسته میشه. یا میخوریم یا فرار میکنه یا ساخته نمیشه. بنابراین وضعیت اقتصادی ما خیلی بد است.
فقر ما به 70% رسیده. یعنی اگر ما 35 میلیون نفوس باشیم، 70% مردم ما روزانه توانایی داشتن 1 تا 2 دلار ندارن. 70% ما چقدر نفوس میشن؟ در حدود 25 میلیون یا 28 میلیون. 28 میلیون افغان ما و شما توانایی پیدا کردن 1 دلار الی 2 دلار روزانه ندارن. بیکاری ما متاسفانه از 40% پریده است. کلا ایبر میگردم متاسفانه به سالهای قبل 2010 و 5 و اینا که وقتی به میلیاردها دلار آمد، ما امو کلمه انگلیسیش به نام بابل اکانومی میگم. ما مثل در یک بسته بودیم که اصلا نمیفهمیدیم، تولیدات نداشتیم، فابریکه نداشتیم، ارزش پول ما به حساب فقط وابسته به دلار بود و فکر میکردیم که ایلا ابد میماند. از اون پول استفاده نادرست صورت گرفت، در جاهای درست مصرف نشد و وقتی که خارجی ها برآمدن اون پول هم برآمدن، حالی ما کلن وابسته به چند پول هستیم که هم کمک خارجی کنند در داخل گردش میکنند، ولی این بسنده نیست. این باعث از این میشه که یک شاک بسیار ضعیف هم که به اقتصاد افغانستان وارد میشن، فیصدی میزان به حساب فقر بالا میرن، میزان بیکاری بالا میرن، پول کم میشن که مستقیما سر جرم و جنایت و اینا شما میفهمید که به خاطر یک موبایل مردم میکشن. یک تعدادی از این شاید جرم پیشه باشن، ولی خود فقر و بیکاری و اینا عواملی هستن که به حساب باعث این کار میشه. کاهش در عواید ملی است که ما مجبور میشیم که مثلا در سال فعلی در حدود 100 پروژه انکشافی را ما مجبور شدیم متوقف کنیم. چون پول نبود که ما به صحت‌نامه بودیم، به ولایت روان کنیم، شبخانه بسازیم، برای مردم نان بدیم، اینایی مجبور شدیم اونا را بسته کنیم. کمک‌های بین‌المللی را که قدش یک جای کردیم. 19 میلیارد افغانی را ما فقط به مسئله کرونا دادیم. و این پول شامل کمک‌های از تنها از عواید ملی خود ما 5 میلیارد افغانی باشن. در حالی که پول بسته شده آمدنش، عواید بسته شد، چون همه چیز بسته شد، از چیزی که داشتیم باز هم ما باید 5 میلیارد افغانی به خاطر مسئله کرونا میدیم. یک 14 میلیاردش خارجی ها کمک کردن. پروژه ها را متوقف کردیم، معاشات کم کردیم، کارمندانی که برای یک موقع خانه رفتن مثلا معاش از را کم کردیم، مثلا موترها را متوقف ساختیم، تیل خریدن متوقف ساختیم، بسیاری موارد کم کردیم تا ما بتانیم یک چند مقدار را در مسئله صحت و اینا با مصرف برسیم. پس کرونا به خاطر ما شدیدتر بود که ما قبلا یک اقتصاد ضعیف بودیم و وابسته به یک بادی بودیم که آمد و بسیار مسئلات را. دگانی امیدوار هستیم که روند دوم کرونا را که یادآوری میکنن، خدا کند که صحت نباشد. اگر باشه باز هم برنامه‌های سال 1400 مالی ما بسیار خراب می‌کنه. چون امید ما این است که در سال 1400 مالی حداقل 216 میلیارد افغانی را خود ما جمع‌آوری کنیم، بودجه انکشافی را به مصرف برسانیم تا پس دوباره اقتصاد ما حداقل به 0 برسه، به 1 برسه، به 2 برسه. اما اگر کرونا آمد این ما را به مشکلات دیگه مواجه. خب ما کوشش میکنیم که منابع جدید عایداتی هم ببینیم. یک منبع جدید ما همین موترهای 1 کیلویی است. چند نفر شما موتر 1 کیلویی دارید؟ موترهای 1 کیلویی متاسفانه به موترهای گفته میشه که اسناد قانونی ندارند. نظر به پیشبینی ما همین موترها اگر با گمرک بیاین محصول شوند، ما شاید در حدود 2 الی 4 میلیارد افغانی از عواید و با بسیار تخفیف خوب دارد حکومت. در پهلوی از اون فرکانسی 4G است که اگر فروخته شود 7 میلیارد او همکاری میکنند. سودی که دی افغانستان بانک از سرمایه‌گذاری های خود میکنه در حدود 12 میلیارد افغانی است که مجموعاً در این سال ما اگر اخیر سال تمام از این با وقوع بپیونده که متاسفانه 4Gش مشکلات داره، دیگرای شاید شود، اما 19 میلیارد که ما سر کرونا مصرف کرده بودیم او را شاید دوباره پوشش بده. اما وابستگی به این داره که این کار میشه یا نمیشه. از جمله کمک‌هایی که به خاطر ویروس کرونا صورت گرفت که متاسفانه یک قوای بسیار زیاد را در مطبوعات انداخت.
اینقدر پول آمد کجا شد؟ این حکومت نه، اونقدر پول نبود. مجموع پولی که بر ما آمد که در هماهنگی با حکومت بود 30 میلیارد افغانستان. او 600 میلیون دلار و 1 میلیارد دلار و اینا که میگفتن، او برای چندین سال است کمک کردن. مثلا بانک جهانی گفت من 200 میلیون دلار کمک میکنم، ولی برای 3 سال. و از اون جمله پول به حکومت افغانستان نمیدم، خودم مصرف میکنم. بانک انکشاف آسیایی مثلا 50 میلیون دلار وعده کرد، خودم مصرف میکنم. اتحادیه اروپا 110 میلیون یورو وعده کرد و خودم مصرف میکنم. چیزی را که برای ما داد اختیاری و غیر اختیاری کل 30 میلیارد افغانی میشه که کمتر از چند صد میلیون دلار میشه. خب وزارت مالیه در چوکات صلاحیت‌های قانونی خود و در هیئت کاری خود دست به یک سلسله اقدامات اصلاحی زده تا بتوانیم در سال آینده ثمره از آن ببینیم. یک کار بسیار بزرگی که انجام دادن که در طول تاریخ وزارت مالیه بی‌نظیر بود، اویی است که تمام بست‌های وزارت مالیه از بست ریاست عمومی و بست صفر باید به رقابت آزاد بره. هر کسی که امو نظر به مواردش برابر باشه میتونه که با 220 بست که 101 بست از او فقط به خانم ها بود و 100 تقریبا 19 بستش به کلی خانم ها و پایه‌باز بود. ما در ظرف 3 ماه تانستیم که بیایم و باور کنین در 5 سالی که من در وزارت مالیه بودیم شفافترین پروسه بوده. هیچ نوع واسطه را نه کمیسیون قبول کرد نه ما. خب اونا بحث‌های دخولی بودن، آسان‌تر بودن. حالی مثلا ما بزرگترین و شاید اگر بگوییم پرفسادترین جاهای وزارت مالیه را به اعلام دادیم. 9 بست گمرکی وزارت مالیه، گمرک هرات و گمرک راهینه و گمرک مزار و اینا پرش. و فکر کنیم برای 9 بست چند نفر درخواست خود داده باشه؟ 2200 نفر. ما 220 بسته به اعلان سپردیم، چند نفر درخواست داد؟ 13000 نفر. حالی 70 بست دیگه در جریان طی مراحل از چند نفر درخواست دادن؟ 8000 نفر. و امروز شاید 23 ریاست دیگران به اعلان بدیم که باز هم هزاران نفر نه. خب یکی خب میزان بیکاری بسیار بالاست، بنابراین مردم میاین و یکی مردم فکر میکنه که با وزارت مالیه رفتن یک نوع از چیز است، یک فرصت است. این فرصت باید اگر فرصت درسته باشه در فکر هر کس باید از بین بره. و دلیلی که ما بر رقابت آزاد گذاشتیم همین است که هر کس باید بتانه و فکر کنه که میتونه وزارت مالیه بره. ولی بود انسانیش یک بود است. بود دومی را که ما اجرا کردیم اوی است که پول فیزیکی را از بین بردیم در پرداخت مالیات. خودت حالی مثل گذشته ها و ضرورت نداره که باید دفتر مالیاتی بدی و بعد بگی 20000 مالیات شد و بدی بازو را دستم بکک بردن. نه، تعرفه برات میدن برو بابا. چون پول فیزیکی و موجودیتش باعث ازی میشه که فساد و میزان فساد بالا بره. از اون 20000 الان میگه 2000 گم شد و کم آمد و خط شد و پاخت شد خلاص. ولی اگر با بانک تحویل میکنیم مستقیم به خزانه دولت میاد. حالی کوشش ما با این است که پرداخت الکترونیکی را ما طوری کنیم که از اکانت به اکانت ترانسفر شود. یک نفر مالش در مزار شریف رسیده، از سیستم میبینه که محصول گمرکی ما 20000 افغانی، ضرورت نیست که به مزار برای پرداخت کنه. از کابل هم از اکانت بانکی خود روان کنه با بانک گمرکات و باید پول خود دریافت. مسئله دو. مسئله سومی که بسیار برای ما مهم است اوی است که ترازوها را باید ما دیجیتالی بسازیم که در یک تعداد گمرک‌ها ساختیم. ترازو قبلا وقتی بود که یک موتر می آمد استارت میشد 70 تن وزن داشت. اون نفر نوشته میکرد 40 تن. یکی خب فساد در وزن میکرد اون وقتی که به سرک‌ها میبرامد سرک خراب میکرد. حالی وقتی که موتر به ترازو استارت میشه مستقیم بدون مداخله انسانی وزنش در سیستم نوشته میشه. باعث ازی شده که حتی چندین بار در بعضی از گمرکات ما سر از این ترازوها حمله صورت گرفت. خواستن ترازو را گفترش این بزنن. یعنی به این اندازه یک تعداد مافیا کوشش میکنه که جلوی اصلاحات بگیره. اما آیا وزارت مالیه از کارکرد خود راضی است؟ نه. ما در حالت نیستیم که ما بگوییم در امر مبارزه با فساد کامیاب شد.
بسیار راه دراز مانده و راه پر ماجرا و پر تلاطم مانده که ما فساد بگوییم که ما کامیاب شدیم. چون هنوز هم متاسفانه قاچاق به حد وافرش موجود است، تغییر جنس موجود است، مثلا فساد موجود است، رشوه‌گیری موجود است و عدم استفاده درست از منابع موجود است. تنها به یادتان باشه در 7 ماهی که وزارت مالیه فکر کنین چند نفر از گمرکات و سازماندهی معرفی کرده باشند. کل کارمندان گمرکات ما 2000 و چند صد نفر است. 1600 نفر ما با سازماندهی این بالاتر از 60%. حالا ببینیم که سازماندهی افغانستان چی میگه. آنچه که ما فکر کردیم که یادم مشکلات داره ما با سازماندهی دامنش کردیم. 1600 یعنی متاسفانه هیچ کس در پیشانیش نوشته نیست که من مفسد نیستم. هر چقدر کوشش میکنی باز هم من قسمی که بیشتر برای شما گفتم، یک نفری که 15000 افغانی ماش میگیره در برابرش موجودیت فساد $2000 فی ترک لاری است و همچنان مصرف خود از او است. او باعث ازی میشه که یک تعداد مامورین و بسیار آسانی به طرف فساد رو بیارن. ولی معرفی 1600 نفر با سازماندهی افغانستان یک تاریخ ساز امیدوار هستیم که این یک اخطار باشه و دیگه او کسایی که دست میزنن فکر کنند چون مامور از ساخت دوسیه بسیار در حراس است. دوسیه به این معنا که ممکنه اون چیزی را که به خلاف قانون پیدا کرده باشه او را مصرف کنه و امکانات ازی اون باشه که به زندان بره و امکانات ازی اون باشه که برای ابد بدنام بشه. دیگه ببینیم اگر اقدامات ما نتیجه میسازه. یک چیزی که حکومت افغانستان متاسفانه نظر به قانون اساسی افغانستان اقتصاد ما رو میفهمیم کدام اقتصاد است. اقتصاد بازار است. قانون اساسی افغانستان اقتصاد بازار را توصیه میکنه. ولی اصلا قانون ما قانون مختلف، اقتصاد ما اقتصاد مختلف است. هم سکتور خصوصی تولید میکنه، هم حکومت تولید میکنه. هم ما کار ایجاد میکنیم، هم حکومت کار ایجاد میکنه. یک چیزی که بسیار تاریخی است در افغانستان و او را حکومت نخواست خصوصی سازی کنه، البته که همکاران بین‌المللی ما همیشه خواهان ازی است که حکومت باید تولیدات نداشته باشد. حکومت باید با سکتور خصوصی در به حساب مبارزه به حساب اقتصادی نباشد. او چیزی که برای ما بسیار مهم بود فابریکاهای نساجی کشور بود. ما نساجی گلبهار داشتیم، مثلا روغن نباتی بست داریم، روغن نباتی بلخ داریم و این رقم در کابل است و اینا یکی از عمده‌ترین جاهایی که میتونه همکار ایجاد کنه و از همه مهمتر بر ما این است که حداقل یونیفرم همکاران نظامی ما را اگر اینا کارش بگیرن یک فرصت بسیار خوب ایجاد شغل است. بنابراین حال با کشور ازبکستان شروع کردیم تا ما بتونیم یک تغییر در حالت فیزیکی از این کمپانی ها و فابریکاجات بیاریم و پیش بینی ما این است که در سال اولش در حدود 1500 نفر مستقیم وظیفه میگیره و 5000 نفر غیر مستقیم. اما موجودیت بیکاری به حدی است که ارقام اصلا معلوم نمیشه. ولی فشاری که بالای حکومت موجود است، اگر IMF است، اگر بانک جهانی، اونا میگن هر چیزی را که حکومت در بخش تولید داره او را باید به سکتور خصوصی واگذار کنیم، چون اقتصاد بازار اجازه نمیده که حکومت باید تولیدات داشته باشه. وزارت مالیه مسئول 13 کمیسیون اقتصادی دو جانبه است. به خاطر از اینکه روابط اقتصادی ما با کشورها خوب باشه، ما بدانیم از بودن با هم منفعت اقتصادی داشته باشیم، نیاز به ایجاد کمیسیون‌های اقتصادی بود که روی 6 مورد عمده کار میکنند: تجارت و ترانزیت، ترانسپورت، زیربنا، خط آهن و مواصلات، تحصیلات، زراعت و همکاری‌های فرهنگی. 13 کشوری که تقریباً کل همسایه‌ها و چهار بغل ما را در بر میگیرند این کشورها هستند و الی امروز تقریباً سود اقتصادی که بر ما از این مورد اگر ایجاد روابط است، اگر واردات و صادرات است و مثلا اگر صادرات افغانستان به 800 میلیون دلار رسیدن، نتیجه امی کمیسیون‌های دو جانبه است و یک چیزی که هنوز کشورها با ما خوبی میکنن اویی است که تولیدات افغانستان با 1% بسیار پایین گمرکی به بازارهای خود اجازه می‌دهد.
من یک قصه بسیار جالب براتون میگم. یک وقت من در گمرک بودم، رئیس عملیاتی بودم دیگه. یک تجار آمد و بسیار دیگه با روحیه بلند برای من میگن که من برای شما سیب ایرانی رو مثلا 16% تعرفه سرش داریم. من میخوایم که اینمی سیب ایرانی به 26% تعرفه بره، چون ما باید عواید داشته باشیم و ای داشته باشیم. و این فکر بودم که حسن نیتی از آدم از کجا آمد به این رقم. و او هم یک تجاری که اصلا تجار اما راشنال تیوری را میگه که باید به منفعت خود اکثرا فکر میکنه. خب گفتم هدف چی است؟ میگم من میتونم که به بازارهای افغانستان سالانه به میلیاردها تن یا به صدها تن سیب وارد کنم و عواید دولت زیاد میشه، بیازوی سیب میآید و در ابتدا من فکر کردم خب یک پروپوزال بسیار خوب است، تعرفه اگر 16% و 26% ببریم بسیار کار میشه. بعدها یکی از دوستا آمد که پلان از یادم بودم که سیب ایرانی را با 26% تعرفه به افغانستان بیارم، پس از افغانستان این را به 0% تعرفه به کشورهای سارک روان کنم. 0% تعرفه، چون در کشورهای سارک یکی به دیگر 0% تعرفه میدن. ولی سیب ایرانی اگر به پاکستان یا هندوستان میره تعرفهش بالاتر از 60% است. یعنی این میخواست 10% تخفیف به ما بده یا عواید بده، ولی در برابرش 40% دیگر میگیره. خوبی فعلی البته چون در یک حالت کمک نیاز داره این است که اکثر کشورها به تولیدات افغانستان فیصدی بسیار کم محصول میگیرن، یا معاف است یا مثلا 1% 2% است یا 0.5% است تا یک کمک برای ما کرده باشه. اما شاید این وضعیت تغییر کند و این از دستاوردهای اینمی کمیسیون‌هایی است که با این کشورها ساخته شده. یکی از موارد بسیار مهم کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان است. شما حتما گزارش سیگار خوانده اگر کسی خوانده باشه. سیگار نوشته کرده که حکومت امریکا فقط حکومت امریکا به خاطر بازسازی افغانستان از سال 2002 الی حال 135 میلیارد دلار به افغانستان تخصیص داده. متاسفانه مطبوعات ما بدون از اینکه درک کنن یک جنجال را برآورده انداختن. در این گزارش آمده بود که از سال 2008 تا 19 میلیارد دلار حیف و میل شد. بنابراین در یک از تلویزیون‌ها از من خواستن که خب حکومت افغانستان چرا این پول حیف و میل کرد؟ من گفتم آیا خودت این گزارش خوندی؟ تو گزارش چی صحبت می‌کنی؟ از 135 میلیارد افغانی در جمع 18 سال گذشته به حکومت افغانستان فقط 26 میلیارد دلار رسیده. در 26 میلیارد دلار چی رقم 19 میلیارد دلار از حیف و میل کرد؟ این حیف و میل را که صحبت میکنن، این پول را که صحبت میکنن خود دونر و مصرف است. یعنی میزان فیصدی را که اینا از طریق بودجه ملی افغانستان بر ما کمک میکنن کمتر از 20% است. در هر کنفرانسی که میره، ما مثلا جنیوا است، جنیوای گذشته و براسل و بایستاد وارسا و اینا، یکی از خواهش حکومت افغانستان این است که میزان کمک‌هایتان از طریق بودجه ملی افغانستان بالا ببره که حد اقل اگر این میلیاردها دلار به نام ما میآیند و اگر فساد هم میشه ما مسئول باشیم. اما اگر خودت 35 میلیارد افغانی به نام افغانستان میاری، از اون 20 میلیاردش برای ما میگی، متباقی را خودت مصرف میکنی، بده بخواد به نویت خود و فردا گزارش هم میدی و در اون گزارش مردم فکر میکنن که مسئول حکومت افغانستان است. پیارتی را کی به یاد دارن؟ Provincial Reconstruction Team یا تیم‌های بازسازی ولایتی. وقتی که رئیس جمهور وقت کرزی در اون وقت میخواست که پیارتی ها از بین برن، در اون وقت من نمیفهمیدم هدف از یادم چی است. میگفت یک حکومت موازی جور شده. حالی که من میبینم هر پیارتی در امو ولایت خود یعنی بالاتر از 100% بودجه حکومت ما مصرف کرد. مردم اگر چای عمیق هم میخواستن بگه بریم به پیارتی، اگر سرک هم میخواستن بریم به پیارتی، اصلا چیز به نام حکومت نمیشناختن. و اینمی پولهایی که آل سیگار گزارشش کشیده میره این همین پول است. 1 کیلومتر از سرک اینا در کنر به 1 میلیون دلار ساختن.
1 کیلومتر سرک. در حالی که امروز 1 کیلومتر سرک در حدود در سرین ولایت هم به $150,000 ساخته میشه. او تعهدات بسیار واضح است. ما باید صادرات خود بالا ببریم، عواید خود بالا ببریم، مصرف خارجی خود بالا ببریم. و سال 2024 که خلاص میشن، حکومت افغانستان باید بزرگترین میزان از 10 میلیارد ضرورت خود ما کنه. حداقل 70-80% ضرورت که در حدود 6 الی 7 میلیارد دلار میشه. او را ما باید از عواید ملی خود داشته باشیم. اما اساسی ترین شرط کامیابی از این کنفرانس برای ما و برای اونا هم موجودیت امنیت است که در غیر از اون موثریت از این پول بر ما و به اونا هم با مشکل روبرو میشه. من تشکر میکنم که با حوصله‌مندی بسیار بلند گوش کردیم. یا سوکال افغانستان و هیلا دنیا سپس از همتان.